در خطوط اصلی سیاست خارجی توجه به 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند مورد توجه ماست. عمده برنامه‌ای که برای 4 سال دولت اول آقای دکتر رئیسی تدوین شده ناظر بر این هست که ما واقعا در دستگاه دیپلماسی برای توسعه کشور، برای پیشرفت کشور و برای رفاه بیشتر مردم چه میتوانیم بکنیم. این نگاه خدمت به مردم و به کارگیری همه ظرفیت دستگاه دیپلماسی در این مسیر و در مسیر توسعه کشور مد نظر ما به طور جدی در برنامه هست. در خصوص سفرها هم تلاش کردم که برنامه‌ای رو داشته باشیم قبل از پایان دولت حداقل 60% حوزه‌های جغرافیایی رو سفر کرده باشم، یعنی چه در حوزه همسایگان، چه در حوزه اروپا و چه در سایر حوزه‌ها. تلاش کردیم که هیچ تریبون بین المللی رو خالی نگذاریم، چه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، چه در کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در کنفرانس داووس و کنفرانس های مشابهی که خیلی برند هست و شناخته شده است. فرصت خیلی خوبی است که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو بتونیم تبیین کنیم. از هر ظرفیتی که تأمین کننده منافع مردم ما باشه، چه در غرب و چه در شرق، چشم پوشی نکنیم. کجا مراجعه کردید؟ چی مشکل؟ ما سینه زدیم بی صدا باریدند، از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند.